Alperen ایست. داده‌ات گفت که از ماشین بیرون نبرای. آخر اپام در اتوبوس است. آلپرین به تو میگویم ایست. آلپرین ایست. آلپرین ایست. یو رفته. ایرو مامانده. کار میکنی تو. یا از اینجا زودتر روی. این پلیسا شناختی؟ بیامون. روکی افتم حاضر کارش رو حل میکنم. آلپرین اینجا بیا. اپام رو خلاص کنه. شما در اینجا چیکار میکنه؟ روید از اینجا. دادم نسازم نجادید برو. بمبایی گاز دار. نیقاب ها رو پوشید. گفتم که حاضر میارم. مکن این نیقاب ها رو زیر ایهاتا قرار دادم. برآمدن نمیشود. زودتر. یکیت مثل انسان به بیرون برو. تنها تو را میخواهم. اگر نبرای از پس تو چندین انسان ها میمورند. آمدنی هم پیکست اما اجازت نمیدهند. اینجا همه روزیان که با هم یک جا بمیریم. مجبوری خودت آمده مرا بگیری. نباشد در حال آدم هایم را به دیگر طرف میفرستم. هر دویمان تنها مانده با ذوق مزه قتل تو را چشم. بمب های گازدار را برآورده به درون پرتاید. زودتر باشید. احتیاط باشید. فکری اولی جناب، یک حیله فریب کرده ما را از اینجا نجات دهید. مدیرم التماس میکنم ما را نجات دهید. جناب گریخته آنها را پوشید. هیچ کدام از آنها زنده نماند. اصلا ما رو سرده اپام نمیدم. با شما بودم از اینجا دادا اپام رو نجات دهید. نیقاب هایتون را آورده پوشید. به درون می درایم. زودتر. در را کسایید ماند که درایم. نفری در آمده را میپرانید رفیقان. یگان چیز رو نمیبینید. بسوی در دیر پرانید. تنها بسوی در پرانید گفتم. آماده هستی یگیت؟ آمدم که تو را دستگیر کنم. مرحمت بیا پیکس. ما و تو تنها به تنها میجنگیم. تنها سرت برای من کافی است. آخرین مراتب به تو میگویم تسلیم میشوی. برای لخیدن آمدی یا برای جنگیدن پیکس؟ گناه از من ساقط شد. میآیم جانکم. یک تا همه اشون رو میپرانیم. زودتر به درون درایید. سر کردیم. یگید دیگر مقاومت نشان دادن نمیتوانید. طاقت کردن نمیشود. از اینجا برآمدن لازم. از اینجا تنها مرده میبراید. ثابت دیوانگی نکن. تو از همه ما دیدن لازم میباشی. باید تو زنده مانی. ثابت اگر مریم همه یک جا میموریم. اگر زنده مانیم همه یک جا زنده میمانیم. برا فهمیدی؟ زودتر. علاج کرده باید از این ابلهان نجات یابی. یگید خیری اکی صحبه چی شد؟
یگید رو درحال از اینجا برو. شما چی؟ چیزی که گفتم اجرا کن. فهمیدم اما از اینجا چی خیلی براییم؟ در خفا یک دری مخفی می باشد. با طرف دیگر می براییم. با دقت باش. و یگید یگان ذره نرسد. اگر یگان ذره به مدیرم رسدی من میبرم. تستر برو. زودتر برایید. من بسیار ترسیدم که یبان حادثه رو بدهد. زودتر باشه داخل. برایید. دادام بودیشو. آقا نجیب. زودتر برایید. دادا زودتر برایید. Daka, şunu haber ver oraya Daka. اول شما یگید کجاست؟ نمیدانم. شاید به سیر و گشت باغ رفته باشد. نجیب خدا رو شد دادا جون. بیا از اینجا دورتر. این مرد چه خیلی نمیمورد. Polisi olmadan bizi megureze. تو من تا جون این پلیس رو نگیرم به هیچ کجا نمیروم. تو دیوانه شدی. رفتیم گفتم. وای خدا جان، این مدیرم اینقدر وزنین بودند میانکم. وای مادر جان. وای سرم. من در کجایم؟ سرم. خیری. من در کجایم؟ در جای خودمون هستیم مدیرم. ما کی به اینجا آمدیم؟ زیر آمدیم. ثابت در کجاست خیری؟ با خدا مدیرم اکای ثابت شما رو مجبور برآورده خودشون آنجا موندند. ای خیری، آنها که در آنجا باشند. تو چرا ما رو با اینجا آوردی میگویم؟ من شما رو ناوردم. اکای ثابت شما رو زده بیهوش کرد. بعد گفت که خیری یگید رو ببر، از اینجا ببر. با خدا گفت که پیکاس نباید یگید رو یابر. حیفی تو خیری، حیفی تو. گفته رو کردم. من چیکار کردم؟ همه من رو تنه میزند. بیزار شدم. این چی حال هستن؟ مدیرم
مدیرم با کجا میروی؟ رفته بینم حالشون چی شده باشد. مورم هم شما رو تنها نمیگذارم. من هم میروم. بیا رفتیم. ҳамлагарон ро дидед? ба худо мо интизор будем ки автобус ҳаракат кунад. ногаҳон аз чор тараф оташ аланга гирифт. шумо дида тавонистед? не ман ҳам надидам. бинам ки мошино оташ фаро гирифтааст. майлаш ташаккури зиёд. хуб аст духтар. гуноҳи ман шуд. қаҳратон омадада. бале. ҳеҷ гӯ гапи шуморо намегардонам. хоҳиш мекунам маро бубахшед. агар шуморо дарёфт намекардам. аммо дарёфт кардед. пушаймонам дада. ба куҷое ки хоҳед меравам. шумо ҳамроҳамон бошед куфист. نربانو خوب هستی دخترم. بچه جان پشیمونم التماس مرا ببخشید. خیر مایلاشم مارش گذاشت دخترم. اکنون گیریم. در اینجا چه واقعه؟ якшан нафар автобусро оташ заданд. сардорам ин корро бесим кард. бале онҳо буданд. гурехтанд. ман бо ин кор худам сару кор мегирам. акай маҷиб шумо хубед? хубам. ташаккур ака. ба худо ҳаёти ҳамамонро ту наҷот додӣ. ташаккури зиёд акаҷон. ҳамаамон бояд садақае бикунем. худованд ёрдам дод ва наҷот гирифтем. худо худо баракат диҳад. оқибаташро ба хайр биёрад. ثابت تو در کجایی؟ همه را کشتند. مدیرم نگاه کنید در اینجا یاره‌داری هست. آرام باش هستم آرام باش. خیلی یاری تجدید رو جزنم زودتر. با یاری تجدید چی گویم؟ جای مخفی زیر زمینی گویم چی گویم؟ خیری آرام باش درسن با من قبل ازن. ثابت در کجاست؟ کشتن مگر یا او رو بردن؟ با او چیکار کردن؟ گپ زن برادر گپ زن. آخه ثابت را مگر او را بردن؟ کس گپ زن برادر با او چیکار کردن؟ گپ زن با او چیکار کردن؟ آرام باش خیری زودتر برای بستن یاره یکون چیز بیار زودتر. سردارم حقی ثابت را نجات ثابت را سردارم ثابت را نجات. آرام شو دوستم خدا رو خسته نکن آرام شو. پیکس رزیل حیوانی پلید میکشمد. چندین روز کافت و کاب کردیم، چندین انسانها را کشتیم، چندین آدمهایمان را از دست دادیم، اما تا حال میخواستگیم را به دست نآوردم. ثابت در چشمم مثل این دند و کابه قدر نداری. آیا این را میدانی؟ زنده بودن یا مرده بودنت برای من فرقی ندارد. به من یکی در کار.
اینقدر زحمت را برای تو کردم. حالا بگو او کجا رفت؟ تو یگید رو از من خوبتر میدونی. بای با عقلی خودش رفتار میکند. کی میدوند که حالا او در کجاست؟ خیلی زیق شدم. این جوابی میخواستگی من نبود. ثابت میدانی که مادرم در آغوش من وفات کرده است. نمیدانی. میدانی که دوستان را در پیش چشمت از دست دادن چگونه حسیات را در بر میگیرد. اگر خواهی حافظه عقلت را یک تازه کنم، مرد ایوین این خیل مرد. همین خیل نه؟ مرد ایوین نمرده است پیکاس. نامش یگید شده است و خلاص. یگید در کجاست؟ جواب ندهی آدمت را میکشم. معلوم که نمیدانی. به ناموس، به ایمان، به شرف. تا سخن کردنت آدمهایت را کشتن میگیرم. خود را به نادانی انداخته آدمهایت را به مرگ میدهی. یک بار فکر کن. به فکری تو یگید ارزنده این کار میباشد؟ به فکری من نی. کنی بگو ثابت، یگید در کجاست؟ گذشت. بیایید به خانه میرویم. سردارم دیدید؟ شما که روید میبینید که چی ها میشود. آقای نجیب التماس نروید. دیدید آخر همه ما به شما احتیاج داریم. رفیقان مرا زیر فشار قرار ندید. من خودم نرفتم. از طرف تشکیلات مرا پیش کردم. نباید شما مرا دعوت کنید، بلکه آنها این کار را باید کنند. در این موضوع دیگر گپ نمیزنیم. به این هم به دلم زد. ما رو پرتوفته میروید، پس چی میشود سردار؟ میدان از اونها میشود. کدام وقتی که خواهند اتوبوس را آتش میزنند، کدام وقتی که خواهند در شهر فتنه میانگیزند. آنها هر وقتی که خواهند سوءقصد، انقلاب، همه کارو میکنند. من پیش روی آنها را میگیرم مگر؟ از برای خدا. سردارم صبر و غیرت رو از شما آموختیم. شما فکر میکنید که ما در این تشکیلات برای شکم سیر کردن ایستاده ایم؟ با این گونه بهانه و به هر طرف گریخته نمیشود. حسیات مرا بیدار مکن ممدو. قوه من تمام شده کن. نجیب کودکان خونو خوردن، زودتر باش. میرویم. گوش کنید. هر دویتون دوستی من میباشید. التجا میکنم که دیگر این مسئله رو بررسی نکنید. بیایید رفتیم. یکی در کجاست؟ گبزن میگویم. زبانت را فرو بردی. نباشد تو را میپرانم. اکای ثابت یکو چیز رو نمیدوند. همین خیلی نه اکای ثابت. وای تو را تبریک میکنم. آدم های ثابت بسیار صادق بودند. خوب تربیه کرده ای. چقدر که میخواهی تهدید شکنجه کن. اگر خواهی مرا کش، یگان کس گپ نمیزند. یکی سردار در آخر تو رو مییابد. گلویت رو نمیتواند. با من بازی هم میکند. ببره دورا. حیوانی نابکار. حیوانی نابکار. نپران. قلنگ رو سیر کن. لقمه کلان را دوست می‌دارم. از این سبب تو را میکشم. با ذوق و حلاوت.
با دقت باشید. برای چی آن قوطی ها را بالا به بالا گذاشتید؟ شکسته بار است. بله تماشابینان محترم، برای به سفر به ارزرون ما تیاری دیده ایستاده ایم. همه خانواده کوچشون رو به ماشین بار میکنن. بله چی طوری که میبینید چند کارگران رو دیوانه کرده بچم چی کار میکنی؟ من یک طرف کامیرا رو اشیاء رو جمع کردی؟ احتیاط کنید. بسیار خوب، رفته کار رو نظارت کن. التماس با دقت باشید. الپرین مسئله مکتب رو چیکار میکنی؟ نمیدونم، دادام حل کرده است. خانه نو، مکتب نو، رفیقان نو. چه خیلی عادت میکنی؟ با خدا نمیدونم. حالا این رو فکر نکردم. یک بار به ضد دادام اسیان کردم، قریب بود که میسوختم. بعد از این چیزی که گویند از گپشون نمیبرایم. رو از اینجا الپرین؟ با بالای این تو رو هم عذاب دادم. کی به راه میبرایید؟ اشیاء رو روان کردیم. خودمون شب میرویم. من تو رو بسیار یاد میکنم. من هم. یگان کس فکر نمی کرد که عاقبت کار این خیلی می شود. بابا این را بین، هر کدومی ما به هر جا تقسیم شده ایستاده ایم. مندرس و حلیمه را کم که گسیل کردیم. یگید با کارهای خودش مشغول. ما هم می رویم. تقدیر؟ روزهای خوب نیست تقدیر نبود. تنها روزهای بد را تقدیر میگویی. به فکر من خودت را دل برداری میکنی اما موفق نمیشوی. نجیب با تو چه ها شده ایستاده است؟ یکمین بار است که تو را اینقدر ناامید میبینم. از همه چیز دست کشیدی. از یگان چیز دست نکشیدم. تنها از شخصانی که از من دست کشیدن از آنها دست میکشم. حال کردی رانا؟ مرحمت رفیق سردار. من رفتن را آویزون میکنم. پیکس! در کجایی؟ مرد باشی برا! صاحب در کجاست؟ گپ زن! روز شد که یگان کس رفت آمد نمیکنه. دروغ نگه. حاضر از پیشانیت میپرونم. با خدا راست میگویم. در کجاست؟ در کجا صاحبت؟ گپ زن! رزیلی پلی در کجاست؟ نمیدونم که قسم میخورم. دروغ نگه. تو میدونی که در کجاست؟ دروغ نگه. نمیدونم. گپ زن میگویم. دروغ نگه. گپ زن! در کجاست؟ تو چی کار کردی ها خیری؟ نمیدونم مدیرم. شما که داد و فریاد کردید من ناگهان ای ابله با احساسات داده شدم. ناگهان پراندم او رو. آخر او را به گپ میدر آوردیم. قریب که به گپ میدر آوردیم. برای چی او را به سرش پراندی؟ پراندم همین خیلی. ای خدا حاضر یک دقیقه. برادر کنی خیز. با خدا خطا کردم. ای ابله دیوانه نابکار بی استعداد. آن سرش را مغز سرش را بارا کردی و باز خیز میگویی ها؟ مدیرم با فکرم این از شما وابستگی دارد. شما که چه سحر جادویی کردید. من به هیجان آمدم پروندم. خاموش گپ نزن. خدا خودش تو را جزا دهد نابکار. تماشاگران محترم، حالا با مهمان گرامی درباره اسناد مذکور مصاحبه میکنیم. دو روز پیش در یکی از قرارگاه استانبول زد و خورد سر زده بود که صدها نفر به هلاکت رسیدند. تا حال این مسئله روشن نشده است و خصوصا مقامات این پیکس رزیل ثابت را به کجا برده باشد خیری؟ نمیدونم مدیرم. شما در بین آنها بودید. یگان جای مخصوص ندارم. آنها در همه جا
در همه جا مکان دارند. آنها به همه جا راه می‌یابند. پروفسور کایا مینیک در مهمانی ما میباشد. خوب آقای مینیک، فکر شما آید حادثه‌های آخر چیست؟ چقدر باید شود دوستی عزیز؟ رضالت است. گویا که در یک دولت بی صاحب زندگی کرده ایستادیم و شما آیا نمیگفتیم؟ داد زدن نمیفهماندیم. انا دیدید آدم‌ها مافیای خودشون رو تشکیل کردند. نفهماندیم رفیقان، گناهکار انقلاب است. ارگین کندو است. گویا که سفسطه‌های بسیار میبافند. از انقلاب سخن کردید. چطوری که میدونید نقشه انقلاب عیان شد. در آنجا بعضی از ژورنالیستان را دستگیر کردند، اما شما را در آن روی خط ندیدیم. چقدر که خیلی کردید. 36 ژورنالیستی که دستگیر کردند، در بین آنها نفرانی هستند که تا حال از دهانشان بوی شیر میآید. مایزده ها نیز هستند، مثل من شخصان نیستند. این گونه انقلاب را حتی قماندان های اوگانده هم نمی کنند. این کارهای دیوانه و احمقان می باشند. احمقان. نابکار چی نقشه دارد و اما گویا که مسجد را زیر بمب قرار می دادند. اینجا مگر پتاگونیا لشکری که نام الله را گرفته راه می گردند، نخواد که خانه خدا را زیر بمب قرار دهند. من این ریاکاران دینی را خوب می دانم. آنها مسجد را زیر بمب قرار می دهند و گناهش را به گردن ما بار می کنند. همین طور از روی منطق فکر کنیم. اگر باید این را گفت، این قوه های ریاکار با یک ماشین پر از بمب است. سینگاگ موسویان را زیر بمب قرار ندادن، مگر شخصی که سینگاگ را ترک کند مسجد را هم بترک کند. همین طور نه مگر؟ این مینیک در سر ویران کردن و در دل شوراندن از خنده بسیار مرا میکشد. جناب باز درویه هم می باشد. اما تا حال انسان ها با او باور می کنند. مینیک می گویند، باز گوشش هم می کنند. گوش می کنند. مینیک به آنها خبرهای مهم می گوید. بعضی انسان ها حقیقت را نمی خواهند گوش کنند، سخنانی می خواهند که آن را گوش می کنند. آره جناب، این حادثه فتنه انگیزی انقلابی که تا حال ناممان در زیر حجت ها موجود است، به این نگاه نکرده اگر در تیوی سخن کنیم ما را گوش کرده با ما احسن میگویند. حافظه جمعیت مثل عقل ماهیان می باشد. دکتر عزیز، اگر این خیل نمی شدن اینقدر تشبوسی که برای انقلاب کردیم، پس بحث میکردن که امروز یا فردا انقلاب می شود یا نه؟ اجازه دید یک نقطه دیگر را بیان کنم. مدیر روزنامه‌ای که به ایست نقشه های انقلاب را نشر می کند کیست؟ پدر این شخص در حادثه های 12 سپتامبر در صف انقلابیون بود یا مگر نبود؟ آیا میدونید شما؟ جوابش را از شما انتظاریم. این شخص در صف انقلابیون بود. حالا باشد پسر این شخص حق دارد که به ما درس دموکراسی دهد. حال ما را بینید و حال آنهایی را بینید که هر روز خلق را درس دموکراسی میدهند. آیا نخواد که ما از گروه جامعه و چیلکدار که با یاری ساروس محتاج میباشند درس عبرت گیریم؟ این روزنامه را چه نشر میکنند؟ از کجا مبلغ میگیرند؟ اول باید این را به ما شرح دهند. انا همین طور. این رو بینه بیشرف خدا میزند باز با جایی که سخن گفته ایستاده است. وقتی که یگان حادثه شد در حال بلندگویک رو به او دراز میکنند. البته یگان خبر مهمی به گوشش رسیده است. آفرین خیری، یگان کس به او معلومات داده است، اما حاضر ما او را ربوده آگاه میشویم. بعد میبینیم چطور سخن میگوید. مدیرم اگر خواهید نوبکار رو مثل بابای برفی کرده سبزیش رو با دست خودم به بینیش میخرانم. این پخشی مستقیم باشد؟ بله، نه پخشی مستقیم. باز رمز است. او را در نظر ندارم خیری، نوار رو میگویم. این نوار پخشی مستقیم است. بله مستقیم. نباشد راه کرد. میرویم. تماشابینان محترم، ما باز یک دور دیگر را بسی سر کردیم. خانه فروشی در اینجا الپره یلماز به دنیا آمده است. این حالت را دیده حیران نشوید. این را میبینید اهل خانواده در غم و غصه‌اند. نجیب یلماز، اوچم، همسرش هنر یلماز، اشک چشمش را بینید. دور شو از پیشم. نوار گرفته ایستادم. الپرم حاضر از دستت گرفته پورا میکنم. اوهو، این دختر زیبا برای خیر و خوش آمده است.
البرین قسم میخونم که کامرات رو میشکنم. دید اخوان و چیزهای دیگر موجود است. چی داره که میبینید تماشابینان محترم در حالت مشکل نوار گرفته ایستادند؟ دادا یک سوال دارم. بگو دخترم. این ارزروم است کو؟ این ارزروم خداوند. میدونید این رو گفتنی نبودم. ناگهان از دهانم بر اومد. یعنی چه جایی باشد؟ چه شوی؟ چه فهمونم؟ اودا هوایش فورم است. آدم هایش دیگرم. مثل اینها نیستن. همه چیز در اونجا اصیل هست. در اونجا یگان رفیق دارید؟ بله. رفیق کودکیم. مصطفی. اما که مصطفی در اونجا چیکار میکنند؟ در بازار طربخانه شوشو کباب دارد. طربخانه کباب کرکت چک. بسیار هم طربخانه زیباست. نجیب جوان ها رو بر میکنیم، وقت رو زیاد نگیریم. بیا زودتر. مرحمت خانم سویلای. توجه. دروغ. جدیدترین پدیده در سینمای تاجیک. تو شکستگی. مردم چی میگوین؟ همش نقص میشن. خوشنود جان ایش چیز. برادران، مهمونهایمان آماده ایستادند. آماده شوید. ممدو بخیر است؟ حادثه مهمی است بگمانم. بله جناب دادستان. نجیب سردار شکم اینها را سر کرده نتوانست بگمانم. مدیر اداره‌مان می آمده است. سرکمیسر آمدند. خوش آمدید. خوش آمدید. خوش آمدید سردارم. مرحمت کنید. مرحمت. برادران، ناگهان جدا شدنی نجیب سردار از بینمان ما را بسیار هم غمگین کرد. سویلای خانم که از او یگان فرقیتی ندارد، باور دارم که مثل پیشینه با وی فعالتر همکاری میکنی. در این مسئله یگان شبهه ندارم. یعنی چی خیل سردارم؟ یعنی که ممدور سردار به جای نجیب یلمز خانم سویلای آمده است. پیش از آنی که مرا به این وظیفه تعیین کردن یک چند تحقیقات ها گذرانیدم. بسیاری شما مدتی دراز است که در این وظیفه می باشید. فکر کردیم که برای شما یک آدم نو بسیار خوب می شود. دردی سرمان آمد. نیازی زن هم آدم است. باوری کامل دارم که همه شما در وظیفه هایی که تعیین می شوید فعالانه کار و دوام می دهید. چه خیل تعیین سردارم؟ برای تعیین شدن من حالا 2 سال دیگر وقت است. سرکمیسر ممدوح نیستید؟ مدیر امنیتی گریسون. گریسون؟ چه خیل گریسون؟ کمیسر نیازی اوغلو، مدیر امنیتی بینگال. بینگال؟ همینش نمیرسید، کاش که بسی بیر روانه میکردم. گاکان شاهین، مدیر امنیتی سینوب. توپرک چکیر، مدیر امنیتی نفشهر. با اجازه شما. او
عثمان تنر مدیر امنیت خطای، حسین تیمل مدیر امنیت دیارباقر. جناب تشکر زیاد. تشریف شما با ما روشنی آورد. حالا میدانید این دینداران وطن را به دست گرفتنی هستند. در این حالت مثل شما بر این رسانه بی‌طرف لازم به دوش شما وظیفه زیادی میافتد. همین طور نه؟ آقای حاضرال این شبکه تلویزیون را با مقصد خدمت کردن تشکیل کرده است. ما هم از دستمون میآمدگی کار را میکنیم. حاضرال به شما باید گفته باشد نقشه آب و تاب دادن انقلاب را، استراتژی اساسی را و تاکتیک کار را من میدهم. برای پیشرفت دعوای ارکین کاندو حالا نقشه داریم که انقلاب بلیاز را عملی کنیم. این کار ساده و سهل نیست خانم. نقشه انقلاب بلیاز را از کدام جهتی که عملی کنید موفق نمیشوید. این کار مشکل است. خیر من میرم. کدام وقتی که خواهید من برای ملاقات آماده ام. برای شما ماشین جیغ زنم؟ نه راننده هم در پایان منتظر من می باشد. برای خدمت‌های کرده‌تان به شما یک جهان تشکر رفیقان. در وظیفه نوتان موفقیت خواهم. این وظیفه نو باز از کجا برآمد محترم سردار اداره؟ مشورت گفتنی چیز است. این کاری کرده‌تان خوب نیست. سرکمیسر از حد گذراندید. معلوم که نجیب سردار در اینجا خوب راهبری نکرده است. اکنون آن زمان گذشت. نجیب سردار ما را خوب راهبری کرد. شما بر این 10 نفر که آید راهبری او را کرده نمیتوانید. با شما برای کار. دیدید آقای دادستان همه ما را نابود کردنی هستند. نوبت شما هم آید حیران نمیشوم. نگران نباش. عرضه استعفایم در جبهه. حالا چی کار کنیم سرکمیسر؟ از کجا دانم نیازی؟ هممون استعفا دهیم. ایستید سراسیمه نشوید. آچخیل در این خنوکی زمستان به بینگال رویم. کودکان باید به مکتب روند. به این هم 2 سال شد که از شیرینک آمده بودیم. گریسون شیطان وسوسه میکند که همش را نیست و نابود کنم. توبه خدا. باز با فراغت میکنیم، رقص و بازی میکنیم، مردمان انقلاب را راضی میکنیم. البته راضی میکنیم. اکا جان زیبا. باز تو از کدام گروه لحظ پیدا شدی مهزده؟ آقا جان با من بیچاره کمک کمک کنید برای شراب. اگر پولم تمام شد شراب ننوشم حالم تباه می شود. میفهمید اکا؟ رو از اینجا گفتم به تو. لیکن من شناختم شما کیم بینیک. شما نیستید آخر شمایه. نام من رو از کجا میدونی تو؟ خیریت آمد. گوش کنید در تلویزیون برآمده سخن کرده میتونید اما برای یک بیچاره پول ندارید. ابله تو چه هم میگوی ها؟ دیوانه ای تو چی؟ خاموش تماشی سواشم زود. گذر در راحت گپ میزنین در راه. شما چی کار میکنید؟ کیستید؟ پسرم با من نگاه کن. این دیوانه رو به بیرون پرتا. جناب شما هم این بیچاره را چشم دیدن ندارید. این خیلی نمیشود آخر. تو کیستی؟ تو راننده من نیستی؟ مرا نشناخته؟ یگیت؟ بله. اکنون شناخت. چه ترسم؟ برای چی ترسم؟ ما با آقای یگیت سالهای دراز است که همکاری میکنیم. همیشه؟ شما با فکرم شوخی میکنید. البته شوخی است جنابم. حالا سرطان را یک سوراخ میکنیم معاینه سرطان خیلی هوا میگیرد و براحت میشود. اما پروا نکن شوخی میکنیم. شوخی کرده کمی شکنجه کردیم. شما جدی میگویید؟ بله جدی میگویید؟ شوخی نیست. خیری شوخی را دوست نمیدارد. پس من را با کجا میبرید؟ به یک مکان آرام و بی آدم محترم پروفسور. شوخی نمیکنید آقای یگیت برادرم. التماس میکنم من هم دیر دارم. پروا نکن دلت را آرام میکنیم. دلت که آرام شد دیگر براحت بشوی محترم پروفسور. جدی میگویید؟ جدی؟ هفته گذشته کس رو با پرمه سوراخ کردند. این رو هم گفتم مرا فهمیدی؟
خیر نباشد شما از من چی میخواهید؟ پیکه ثابت نام دوستی مرا دستگیر کرده است. تو جایش را نمیدانی ها؟ کی گفتی؟ خیره او را یک هوشیار کردم من. ثابت گفتم، ثابت. خبر ندارم. بس کن بهانه. به شرف ناموسم قسم میخورم، باور کنید. بس کن. به شرفی درویه. تا یافت شدن ثابت تو مهمان ما میشوی، فهمیدی؟ نجیب سردار و آدمهایش را پراکنده کردیم. آقای پیسگار، مهری من به شما باز هم افزون تر شد. اصلی مقصدمان چوپانی زکی یحیی می باشد جناب. نقشه گفتگیمان را عملی کردن در کار. یک کار کرده از دوای ارکین کاندو دادستان زکی یحیی را از وظیفه‌اش دور کنیم. چونانه که میدانه دوستانی که در سود عالی نشستند موضوع اساسی آنها این می باشد. فرمان دادم برای ارکن کاندو و خودتان را سفید کردن همه دادستان ها را نابود کنید. جناب، آیا آنها ما را نیست می کنند؟ چند وقت شد که نفس دادستان ها را علیه ارکن کاندو حس می کنم جناب با زمین یک دعوا کنیم تا حزبی که در سر قدرت است آن را بندند عجیب می شود. حزب سر قدرت در انتخابات مثل مرغابی لنگ اشتراک می کند. ما باشیم در انتخابات هر کاری خواهیم انجام میدیم. سوها مرغابی لنگ گفتی؟ آنها را دوان به سود عالی میبرم. سود عالی حجت هایی که برای سود عالی تیار کردم به بام خانه رسیده است. پس میفهمند که نابود کردن ارکن کاندو چه خیلی بوده است. پیسگار را معیوب کرده به کرسی آورده شان را میبینند. محترم جناب، خطا نفهمید. میدونید که اگر یگان حمله عملیاتی علیه من شود در حجره های بیمارخانه طاقت خواب رفتن ندارم. خواستم که این را به شما پیشکی گویم. غمش را نخور. تو را الکی در گروه بیماران داخل کردم. علاوه بر این باز چیزهایی هست که شما آنها را صرف نظر کرده اید. ما دعوای بستن حزب آنها را آغاز نموده پس آنها را از همه کار کنار می اندازیم. اگر آنها به زمین پیشگیری امان 70% آواز گیرند همه نقشه های ما برباد رفته ما را نابود می سازند. 28 فوریه کمی هم باشد این حادثه رخ داده بود. علاوه اون زمان خلق همه این چیزها را پر نمی دانست. اصلا بستن حزب سر قدرت خطری را ایجاد می کند. ما این را برای ترساندن آنها می کنیم، اما 90% احتمال است که این کار علیه ما انجام یابد. تشکر. کو بیا پرنده خوش پرواز من بیا. یکی جان التماس مرا رها کن. من در کجا بودنی ثابت رو نمیدانم. مادامی که تو را پیدا کردیم نباید رها کنیم. البته تو برای ما سخنی گفتنی داری. خیره کامرا را آماده کن برای ما. حاضر مدیرم. اسباب های استنطاق را هم آماده کن. با فرمان عالی شما موافق شدیم که کردها را در این فتنه همراه کنیم. اتوبوس را آتش زدند. چندین نفر گرد همایی کردند برای این جنایت ها. حالا باشد وقتی آن رسیده است که سوءقصد علیه سردار ترکان ملت چی کنیم. سوءقصد علیه سردار ترکان ملتگرا مثل سردار کردها آسان نمی شود. احتیاج به نفرانی تجربه داریم. و سردار کردها هم سوءقصد پورا کردن نتوانستیم. راست میگویی سوها. این عملیات به خانه خودمان یا اینکه به تحقیقاتیان گلادیا خطرهای ایجاد میکند. بعد سوءقصد هیچ کس نباید گوید که این عمل ارکن کاندو است. برای حل این کار مشکل از خارج یگان شخص رو میارم. این خیل باشد به همه نشان میدیم که دعوای ارکن کاندو از اول این بود که ضد قواهای خارج مجادله کند. نیت آنها نیز کردن ترکیه بوده. حزب سر قدرت نیز با آنها همکاری میکند. حالا وقتی کاری ملکه یه دختری کبوتر است. متاسفانه نیست شد ملکه. دیگر مثل او کسی یافت نمی شود. از آن دیده برای شما خوبترش را یافتم.
بسیار خبرکش و خبر بیار خوب خواستم. آنها باشند گفتند که مثل ملکه نرم و مثل اتن خونخور است. که بوده است جناب؟ ملیسا استون به نزدیک همراه ما می شود. این کیمینی کجا شد؟ یگان بار هم دیر نمی کرد؟ ممکن که در راه باشد. جناب پیکاس آمده است. در آید. سلام به همه. عملیات حمله تو چی شد؟ یگید نبود اما یک ماهی کلان را دستگیر کردم. مرحمت شما را به نزد او برم. شاید سوال داشته باشید. خب کنی رفتیم. آی مرا گوش کن. تا وقتی که مکان یگید را نگویی اینجا میمانی. حمیده پس است. کنی گوی یگید در کجاست؟ کم میزنی یا نه؟ گپ میزنم نزدیکتر بیا. اما پیکس نآمده مرا آزاد میکنی؟ مایلش گپ زن تو را آزاد میکنم. کمی دیگر نزدیک بیا. با تو گفتم بیا نزدیکتر بیا. تو چی ترسیدی؟ آخر شما دو کسید. من هیچ کار کردن نمیتوانم. نزدیک بیا. اونی سیمون بود همه فکرم. زود بدرویم. چی گفت شده باشد؟ من میدونم. آن طرف رو میبینیم. زودتر باش. جناب مکانی کت را مرد ایون ساخته بود. به خاک یکسان کردیم. 4 نفر مرد. یگید چیه؟ یگید گریخت. اما خواطر نشوید. وقتی که ثابت در دستمان است یافتن یگید 2 کره 2 است. میدانیم که او جسور است. البته برای نجات دادن رفیقش می آید. ثابت را با دستان خودم کشتن میخواهم. چه خیلی که شما میخواهید جناب. ها قریب رسیدیم. سلاحات را پرتو سلاحات را. آن اینجا جناب. 1 دقیقه وقتی دارو خوردن شد. مرحمت جناب. صدای تیرپرانی. شما استید جناب. با دقت باشید. من به درون میدرایم. اگر که نبرآمدم از اینجا دور شوید. ساعت چند در ارزارو میشه؟ خدا نمیدونم اکا. در راه برف زیاد است. خیر ما شب میرسیم بعد تلفن میکنم. سلامت باشید. تو اینا باور نمی کردم. حالا باشد میرویم رنو. من باشم تا حال باور کردن نمیخواهم. دادا بخیر است رفیقان؟ بخیر نیست سردارم. چی آیا استعفا دادید؟ از آنم بدتر سردار ما را پیش کردن.
چی؟ پیش کردم. فرمانی هممون رو برآوردند. ممدو تو چه ها میگویی؟ مردی با قوت بوده ای ثابت. کاش که در یک صف می شدیم. چه فرمان بوده است؟ فرمانی ارکن کندو. وقتی که شما رفتید میدان رو خالی دیدند. ما را مثل توپ بازی میکنند. و کجا می روید؟ من به گیرسون. به گیرسون؟ خدایا باوریم نمی آید. گیرسون. من به تو چی خیلی می روم؟ خدایا به من کمک کن. اکنون من چی کار میکنم؟ سردار کنی شما تخمین کنید که با کجا روانم؟ با بنگال. از کجا فهمیدید؟ از افتاد. با هر حال همسایه می شویم. سردارم حالا هم مسخره میکنید؟ خدایا چرا این خیل شد؟ نباید این خیل میشد خدا جان. تو رو مونده چی خیل میروم؟ خدایا آیا او با من نرفته باشد؟ مرا خوب گوش کن. برای خوبی خودت میگویم. او دیوانه است. در حقیقت دیوانه است. زبانت را کشیده میگیرد. چشمانت را سوراخ میکند. بعد روبرویت نشسته خوراک میخورد. برای همین به تو میگویم که چیزی که میدونی همش رو با من نقل کن. نمیفهمم چرا انسان یک خطا را 2 بار تکرار میکند. آهسته آهسته گرد، نباشد تیر میخوری. چه شد؟ جانت در کرد؟ نیت گریختن کردی؟ اینقدر با آسانی گریختن نمیتوانی ثابت. کاری آسان نیست. یکیت از این با خبر میشود. یگید برادر، تو انسانی خوب هستی. گوش کن، تو مرا اشتباه میکنی. در اصل من انسانی با قدر و قیمت میباشم. چقدر ارزش داشتنت را حالا میبینیم. مرا آزاد کن روم. وقتی که روم به تو کتابی را روان میکنم که من چه خدمت ها برای این وطن کردم، پس آن را بخوان. من 2 کلاه دارم. یکمش کلاهی پروفسوری کایمینیک، دویمش باشد برای وطنم جانم را در خطر مانده بسیار کارهای فوق‌العاده را انجام دادم. حالا رو برای تو، کارمند شایسته وطن که در راه ترکیه مجادله زیادی کرده است، این منم. من باید امتیاز زیادی داشته باشم. بچه ها، شما باید این را بدونید. دوستانی عزیز من. چی میگوید؟ مواد را ما استفاده بردیم و معاینه سری او تازه شده است. اصول این نابکار همین خیلی است. خیری تو فریفته مکرون رنگ او نشو. او از من و تو دیده عیارتر است. خوش، باز چی گفتنی داری؟ گوش کنید آقای یگید، شما وقتی که تولد نشده بودید من در میدان جنگ بودم. نقشه های امپریالیسم و دینداران را که مقصدشون وطن را پارا پارا کردن بود، تنها خودم برباد دادم.
میدونی که برای چی نام چلیک بلگین را لایق دانستم؟ میدونی؟ برای آنی که در این سر علیه دشمنان اونقدر نقشه های زیادی موجود است که اگر یگان روز اسیر رفتم از این صندوق آهنین یگان سخن گرفته نمیتوانند. با این سر حتی تیر تاثیر نمیرساند. این سر نه بلکه محزنی عقل و خرد است. مادامی که اینطور باشد حاضر سنجیده میبینیم. وای این گپ ناگاه از دهانم برآمد آقای گید. مثل من بر این شخصان با آسانی پیدا نمیشوند. تو یک جوانی با فهمی بیا از بحر این کار گذر. علاوه بر این من بسیار شخصی با نفوذم. 70 سال چه حادثه که رخ داده است در حافظه سری من مخفی ثبت شده است. اگر به من یگان حادثه رخ دهد تنها شما جوابگوی نمی باشید. اگر عشقت نمی بود جان شیرین، اگر عشقت نمی بود جان شیرین، این حیات ارزش نمی داد. اگر تو نباشی مینیک این حیات ارزش ندارد. انا ثابت نامش به عملش موافق نمی آید. قراخان را کشته، سردارتان را هم کشته، تنها تو در قید حیات موندی. بسیار خوب، نباشد مرا هم نزد آنها روان کنید. برای چی نه؟ اما به شرطی که به ما مکانیگیت را میگویی. من سراسیمه نیستم، تو سراسیمه نیستی پیکاس. نه جناب، چندین روز حتی میتوانیم که ماهای دراز او را در اینجا نگه داریم. مکانیگیت را به ما میگویی؟ مکانیگیت را؟ اگر خودت را کشتنی باشی از کوپروک خودت را پرتا. پیکاس، تا دمی گپ زدنش او را شکنجه کنید. با کمال میل. ببر. автобуси мо кадом аст? ана инаш. эрзурум ҳаста-ка? бале. ба ман диҳед ҷуғзонатонро. диҳед ба ман. биёед кани автобуси мо ҳаракат мекунад. сардорам ба йигит хабар надодед? дар кор не. худо медонад ҳоло дар куҷост. эрзурум кӣ меравад? боз як каси дигар. ҳаққатонро ҳалол кунед. астағфируллоҳ сардор, ягон ҳаққи шумо ба мо намонда аст. вақте ки расидед мо расидем гуфта хабар диҳед. майлаш албатта мактуб навис. майлаш менависам. ба ҳамсифонам саломи маро расон. каниро ба ман деҳ. чӣ мехоҳем? ман туро ба наво нагирифтам. бори дигар инро дар дастат набинам. бачаҳо илтимос ҷанҷол накунед. алперен, сардорам, гуфтанӣ будам ки чаро меравед. аммо имрӯз ё фарду мо ҳам сафар дорем. ин балое ки ба сарамон омад ҳамаи моро пароканда кард. ноумедӣ як ботлоқест ки ҳафти ғарқ мешавӣ. бо ғайрату кӯшиш бош. пас мебинӣ ки чӣ мешавад. инро ба ман мегӯяд, аммо худатон чӣ? ин маротиба гуфтаамро кунед, кардаамро накунед. то бозид акай мемдуд. худатро эҳтиёт кун алперин. майлаш ба акайиге салом расонед. ҳатман. кани бачаҳо дароед. акай наҷиб илтимос наравед. шуд раъно шуд. акнун дер шуд. 1 2 3 4 курсиҳои мо мебошад. оча то эрзурум ҳамроҳи ин додари девона намеравам.
ба худо ӯро аз тиреза мепартоям. майлаш ту бо ман шин, ӯ бо дадаш шинад. кани биё. духтар камераи маро биде. намедиҳам, дар хоби шабат мебинӣ. оча ба ӯ гӯяд камераамро диҳад. чам дар автобус ҷанҷол накунед, ҳама ба мо нигоҳ мекунад, айб аст. шуд раъно ҳақатонро ҳалол кунед. дар паноҳи худо сардорам. шумо ҳам дар амони худо бошед. خداحافظ رفیق سردار. در امان خدا باشید. تشکر سفید. راهی سفید. راهی سفید. خداحافظ. روی سفید سردارم. خیر تو بازدی якчанд рӯз пас ҳам мо ин хел савор шуда меравем. нафаҳмидам чӣ хел савор шуда меравем? дар автобуси гиресун ҳардуямон. барои чӣ ин хел нигоҳ дорӣ? ҳозир вақти шӯхӣ кардан нест мемду. чӣ хел шӯхӣ рано? шунидӣ ки маро ба гиресун таъин карданд. ман равам, ту бо ман намеравӣ? дар ин бора бадтар гап мезанем. دختر گفتم کامرام رو ده. نمیدیهم. دادا التماس با دخترتون گپ زنید. هر دویتون رو آگاه میکنم. بی‌فایده جنجال نکنید. تو باشی کامیرا رو به دادرت بده. ای دادا. نوربانو بده گفتم. لیکن مرا به نوار نگیرد. مایلش نمیگیرد. دادا کینو فیلم عجایب به نوار میگیرم. ما آدم‌ها را برای آن عذاب بدهیم که از آنها سخن بشنویم. تو را برای خاموش ایستادن جزا دهیم. گوش شما اینمان رو خوردی. به من پول میدهند که من سخن کنم آقای یگیت. حاضر من به تو پول را نشان میدهم. التماس میکنم نزنید. خیری او با شلاق زدن نمیارزد. اگر یک شپاتی دیگر زنم به محابا در جایش تر میکند. مدیرم این نوبکار خاص دلی من است. من او را لطکوب کنم. دست در نکند خیری. ناگاه مرده ماند. او را به قطار آدمان حساب کرده باز جنازه هم کردنشان ممکن است. هر روز بگویید این ممکن. وعده داد اما باز ما رو به نوار گرفته است. من از نوار نمیگیرم. در این سین سالت این خیلی. اگر در یکم فیلم نقش بازی کنی چه خیلی میشیده باشی. خاموش باشید. تمامی خاطره هایمان را پس سر کرده می رویم. خدایا به ما یاری ده. خیره تلفن ما را با او بده. مالش. با این چیکار کنم؟ با نزدیکانت ودا کن میگویم. التماس نکنید. گوش کنید، پسرگار مرا بسیار نغز میبیند. مرا مثل پسرش میحسابد. در برابر من کسی را که خواهد به شما میگم من به اون نمیتوانم. ای تو قدر نیم کیلو پمیدور پوسیده رو نداری. با ما چی بدهد؟ کنی زنگ زن؟ خب مایلش. اما با کی زنگ زنم؟ با پسرگار. زنگ زده با او چی گویم؟ خیری این مرا دیوانه کرد. او را میپرانم. خیری این مرا دیوانه میکند. میپرانمش. به خدا با او سر و کار گرفته نمیشود. نابکار با ما بازی میکند. چرا بازی آقای گیت؟ من آماده فرمانهای شما میباشم. این رو گفتنی بودم که آخر تو به یک قرار بیا. فرمان بردار چند کس میباشی؟
من شخص کارگر می باشم. از فرمان برداری نمی ترسم. معلوم که مکان یگیت رو نمیدانی. راستی گپش رو گویم میدانم، لیکن با شما نمیگویم. اگر جانت را هم گرم نمیگویی؟ غیر از جانم باز چی دارم؟ در این دنیا با ننگ و ناموس مردن برای من بهتر است. همچون دوستانها آنها بودند. هرگاهی که مشکلاتی به پیشمان می آمد یا به نزد اپای هنر یا که به نزد اکای نجیب می رفتیم، حالا یگان کس نموند. اوف، این ناعدالتی است. خیر گریه نکن، کاری شدگی شد. اکنون باید فکر آینده رو کنیم. تو درباره سفر گرسرون جدی میگویی؟ من فکر کردم که تو با من میروی. ممدو، کمی فکر کن. من در گرسرون چی کار میکنم؟ در استانبول تولد شدم، در استانبول خوندم، کارم هم در اینجاست. اگر با اونجا روم من با چی مشغول میشوم؟ آخر در خونه میشینی؟ کارم چی میشود؟ در اونجا یگان کار میابیم. همه ای کارهایی کردم، همهش برباد میرود. نمیفهمی؟ یعنی با من نمیروی؟ رفتن نمیتوانم و اینجا موندنت رو هم نمیخواهم. تو نباید این کار رو کنی. پلیسی هستی و نیستی توست. خودت رو برای یگان چیز فدا نکن، حتی برای من هم. برای من هم نکن. یعنی همش تو اینجا بوده است؟ در یک شمال پراکنده شوید. از دستم چی میآید ممدو؟ خداوند جزای آنها را دهد. همه چیزمون را از دستمان گرفتن، سردارمون را، کارمون را، دوست داشتمون. اگر ما جدا شویم آنها موفق میشوند. رانو، تو باید فهمی. رانو، نیتی من جدی بود. یک جا یک خاندار شدن رو فکر میکردم. جدایی برای من مشکل است. نیتی من هم جدی بود، برای من هم مشکل است. نباشد باید راهش رو یابیم. نه آخر میبینی که نمیشود. شاید این بهتر باشد. تو با راه خودم، من با راه خودم. قلبی هم دیگران شکست مسئله را ببندیم. اینقدر با آسانی؟ نباشد ایست. نمیستم. تو بیو. ببخش. با تو رفتن نمیتوانم. در دست تو ایستد خاطره از من. گوش کن منیک، کار رو دراز نکن. زودتر به پیزگار زنگ زن. زنگ زده چی گویم؟ بگو که من به نزد شما می آیم. حاضر شما در کجا هستید؟ فهمیدی مرا؟ خوب فهمیدم. به به به، باز چیزی میگوید. گربه ها این خیل میکنن. انسان وقتی که در سکرات مرگ است کلمه شهادت را میگوید. در تو که ایمان نیست این را نمیدانی. اینقدر سفسطه به ثابت. مرد باشی پران، پران، پران میگویم.
وقتی پروندن است کایمینیک زنگ میزند. کنی جواب دهم شاید مهم باشد. مینیک حالا وقت ندارم. جناب اصلا من هم وقت ندارم. این ملاقات بسیار مهم است. جناب علاج کرده چارش را یا بدید ماس. بخیر است؟ جناب یکیت مرا دستگیر کرده است. نخواد که شما نفهمید آخر. چی ها میگوی مینیک؟ نخواد تو را دستگیر کرده باشند؟ یعنی جناب در دست یکیت می باشم. احوالا بعد از اون مرا میکشد. خیره گفتگوی این نابکار مثل مکتوب عاشقی نوشتن است. خدا کسی که بیند میگوید که شعر نوشته ایستاده است. تو از عهده کار برآمدن نتوانستی. کنی بمنده تلفن را. بمنده. این ابله گفتن میخواهد که من در مهمانی یگیتم و مرا یگیت با لط و کوب مهمانداری میکند تا مردنم. یگیت خیر حیات در بالای کرسی چه خیل بوده است؟ باز در بالای کرسی برقی با 2000 ولت قوه کار میکند. نه درد میکند نه عذاب میدهد. اوچا میخواهید؟ نه دخترم نمیخورم. دادا؟ نه دخترم نمیخورم. دادا ممکن کمه دیگر با نوار گیرم؟ نوارهای تو هیجند. من بسیار با نوار گرفتم میدانی؟ نوارهای شما چخلند دادا؟ نوارهایم در تو میباشد. 39 قسم سلسله فیلم. دادا جون بهترش من با شما نوارهایم رو نشان میدیم. محلش نشان ده. برای چی نشان نمیدهد؟ چی شده باشد؟ چی شد؟ فیتا ندارد چی؟ در داخلش کاست نیست؟ یا خدایا یگان بار نمونده چی؟ مونده بودم دادا. به کاست نوار گرفته نمیشود. من میدونم اپا هم گرفته است. تو گرفتی هم کاست رو؟ تو گرفتی؟ راستش رو گو. کاست رو با قوطی اخلاط پرتافتم. چیکار کردی؟ با قوطی اخلاط پرتافتم. فهمو ثبت های دیگر نیست. باز چی میخواهی یگیت؟ ثابت را میخواهم. به ایوزی کایمینیک ثابت را میدهی. به ایوزی مینیک ثابت را میخواهی ها؟ او یگیت است؟ های نابکار باز به مقابل من برآمد. کایمینیک در دستش بوده است. از ما ثابت را میخواهد. قبول میکنید؟ در حقیقت تو را دوست می داشته است. با فکرم از خوش رفت. آوازش نمی براید. جناب پیشنهاد یگید را میگویم قبول میکنید؟ اگر قبول نکنم پس چی میشود یگیت؟ دست اول همه معلومات هایش را به نوار میگیرم. پس در سرش سراخی کلان میکشایم و کلش را از سرش جدا میکنم. پیشنهادت را قبول میکنم. چی گفتی؟ قبول گفتم. تو مینیک را کش من ثابت را. من برای این دعوا چندین انسان ها را فدا کردم. چی این کایمینیک خردکک را فدا نکنم؟ یگان کس قدری بلند ندارد. گوش کن که صاحبت چی میگوید. چی میگوید؟ میگوید که به سرش پران و ماینه‌اش را پاشته. در ماه باز 50 نفر چنین کایمینیکا هستند میگوید. نه جونکم. سرداری من هرگز این سخن رو نمیگوید. تو دروغ میگویی. گوش کن پیسگار. من شوخی نمیکنم. سلاح را به سر این نابکار ماندم و همین حالا این پلید را به جهنم میفرستم. قبزن. جناب محترم پیسگار، التماس میکنم مرا از دست این دیوانه نجات دهید. مرا میکشد. بسیار میترسم جناب. التجا میکنم یاری دهید. میبخشی مینیک. برای تو یگان کار کرده نمیتوانم. چی؟ پس معلوم شود که معلومات های در مینه سری تو بوده آنقدر ارزش ندارند. پس مینه‌اش را پاش میدیم.
گوش کن به تو چی میگویم مادامی که هر دویمون تفنگچه را داشتیم اگر خواهی کمی حلاوت بریم تو چی گفتن میخواهی؟ تا 3 حساب کرده هر دویمون میپرونیم من ثابت رو میکشم تو باشی مینیگراه 1 2 ثابت با یکی ویدو گفتن را سر کن میمونم چی بلا 3 فرصت فرا رسید. عشق سومن و مهراب آشکار می شود. روزگاری پرماجرای یک جوان دهاتی، تپش قلب، رنج مادر، انتظارت میشم، جدایی و دیدار، بهار عشق و خزان اندوه. ارزنده ترین راه در فیلم مهراب. روزهای نزدیک همصدا پیشنهاد می کند. با توجه مخلصان سلسله فیلم های استودیوی همصدا، حامیان محور حقیقت و مثل یوسف، از شما احترامانه خواهش می نماییم که از فروشگاه ها دیسک های گالگرامادور را خریداری نمایید. گالگراما هم در بالا پوش و هم در روی دیسک نصب کرده شده است. دیسک هایی که گالگراما ندارند صفتی پس داشته قلبکی می باشند و از روی قانونگذاری جمهوری تاجیکستان غیر قانونی حسابیده می شود. خرید دیسکوی گالگرامادور برای بهبودی کاری ما و در سری وقت دسترس کردن شما مساعدت می کند. از شما استودیوی همصدا احترامانه خواهش می نماید که اگر شما فروش دیسکوی قلبکی یعنی به گالگراما را دیدید بی‌طرفی را اختیار نکرده و تشکیلات ها یا کمیته های دخلدار مراجعه نمایید.